استاد تا سوالم بود و یک تا خواهشم. سوال در موضوع زکات. کسی که خانه نداشته است و پول خانه جمع میکرده است، زکات مول میدهد یا نه؟ و شخص دیگرش این که با او پول حج دادن، یعنی براش پول دادن که حج رود، آیا این هم زکات میدهد یا نه؟ خب مسئله پول، اگر پولی نقد آدم داشته باشد به نصاب رسد و به 1 سال شده باشد، وای زکات میدهد. اون به کدام مقصدی که نباشد، مادامی که همین پول هست. اگر حالی روزی زکات نآمده به این پول خانه خریده باشد، تمام زکات نمیدهد. لیکن 1 سال گذشته حالی خانه خریده است، زکات میدهد. بعد بارها گفتیم که با این پولی زکات با پولی خانه کم نمیشه. و اگر حاضر یک آدم من این پول با نیتی خرج جمع کرده ایستادم، من این پول با نیتی خانه خریدن جمع کرده ایستادم، گفت همه با یگان نیت پول جمع میکنه. آدمی که میلیون پول دارد، همون میلیونش برایش نمیرسد، دائما تنقیصی از پولی نقد دارد. آدمی که میلیاردر دارد و هم میخیر همیشه تنقیصی از پولی نقد دارد و این پول جمع کرده ایستاده است برای یگان نقشه بزرگتر. اگر ما گوییم که این پول برای یگان کاری بزرگ کرده و یگان نقشه دارد، برای همین است این پول، بنابراین این زکات نمیتیم، گفت یگان پول زکات داده نمیشه. این خیلی فکر اثراتون گرام پرتایتون. این پول برای خانه، این پول برای حج، این پول برای زنگری، این پول برای ماشین خرید، این خیلی زکات نمیتید. همین قدر پول شما و الله تعالی داده است برای دیگران نداده، همین دونین فایدهش زکات میده، دونین فایده مالا کم نمیکنه بلکه زیاد میکنه، برکه میدهد، میسابزاند. بله زکات میدید و به شرطی که 1 سال شده گذشته باشد، الله به خیر. شرطی نصاب رسیده باشد.